به نظرتون سربازی آدمو مرد میکنه؟ سربازی حرفه‌ای یا سربازی عمومی؟ به نظرتون سربازی باید فقط واسه پسرها باشه یا دخترها هم برن؟ حقوقتون اندازه است یا نه؟ به آینده امیدوارید؟ میرید بیرون مردم تحویلتون میگیرن یا نه؟ این روزا درباره قانون سربازی در نزدیکی 100 ساله شدنش بیشتر از همیشه صحبت از تغییرش میشه. با تغییر نیازهای جامعه و افزایش تنوع مهارت و آموخته‌های نسل جوان، خواسته اکثر سربازا افزایش الگوهای خدمت به کشوره. سرعت این تغییرات کافی نیست و به نظر میاد که گام‌های اساسی هنوز برداشته نشدن. افزایش حقوق سربازا به نظر موضوع مهم و تاثیرگذاری بوده، اما نباید این روند قطع یا فراموش بشه.